خدمتون نشون میدم. ببخشید یه دستی نمیشه، 1 ثانیه. در این قسمت از گلنگدن شما باید یه اسپیسر اضافه بکنید، بستگی داره که چه کالیبری داشته باشین و همینطور اون لوله‌ای که عوض میکنید چه مدلی باشه و چه سال ساختی. معمولا اگر به صورت کامبو بیاد این تفنگ، شماره هایی که روی لوله ها هست در خود کارخونه مچ شده و از هر دو تا شماره که روی لوله هست، مثلا روی لوله دوم حالا اگر HMR باشه به هر حال توی کارخونه دقیق شده، اندازه شده برای جابجا شدن. 2 تا پیچ باز میکنید و اون لوله رو میبندین. خیلی ساده است. به خاطر یوتیوب و همینطور اینستاگرام من نمیتونم این کار رو انجام بدم چون ویدیو رو فلگ میکنن تا جایی که من متوجه شدم. به خاطر درخواست مارکت آمریکای شمالی این 457 تقریبا میشه گفت بازار اومد. به خاطر اینکه البته میگم من کماکان همون 452 برنودو رو حالا خدمتتون نشون میدم، ترجیح میدم، ولی خب به خاطر یکی از دلایلش که لوله رزوه شده، من کلا خیلی لوله‌ای که سویچ بشه کرد رو دوست ندارم. البته میگم همه چیز استیل و درجه 1 توی این تفنگ. برگه خارج کردن گلنگدن در این قسمته، برخلاف اینکه در 452 یا برنودو این دو مدل بالا مدل‌های نظامی هستن، ترینینگن، جفتش برنودوه و این پایینی هم نوه اون دوتاست، همون برنودو. البته CZ 452 محسوب میشه 2011 و اینا لوله ها همه رزوه‌ایه. برای خارج کردن گلنگدن خودتون بهتر از من میدونید که فقط ماشه رو بگیرید و خارج میشه. اینجا ماشه قابل تنظیم بسیار دقیقه و شما میتونید زیر 2 پوند ماشه‌تون رو تنظیم کنید. CZ 452 و مدل‌های دیگه کلا برای تنظیم ماشه خیلی جایی ندارن. میشه بین 2.2 تا 2.4 ماشه رو سبک کرد با آزاد کردن یه ناچ کوچولوی زیر، عرض کنم فکر کنم توی یکی از برنامه‌ها نشون دادن زیر ماشه هست، یا همینطور عوض کردن فنر. ولی در این مدل چون ماشه کلا قابل تنظیمه دیگه این مسائل رو ندارید. بله، این پریمیوم که خواستم نشونتون بدم. عرض کنم که مثل همین مدل استاندارد یه پد نرمی داره که البته برای 22 واقعا احتیاجی نیست. قنداق از چوب گردو هست و چوب گردو عالی، چکرینگ زیبایی داره. تنها فرقی که این دوتا با هم دیگه دارن غیر از قنداق و حالا ماشه‌ای که آبکاری شده، چیزای ظریف دیگه، طول لوله هست.